آرزوی همه جوونا اینه که ازدواج کنند و در کنار همسرشون احساس آرامش کنند. کسی که امروز به عنوان همسر در کنار منه با کسی که در دوران نوجوانی تصورش رو داشتم خیلی فرق میکنه. اما الحمدلله که پروردگار این مرد رو برای من انتخاب کرد تا در کنارش به خوشبختی برسم. حدوداً 15 سال پیش مادرم به دلیل فشار اقتصاد و دین تصمیم به ترک ایران گرفت. بزرگترین آرزوی ما رفتن به آمریکا بود. یکی از همسایه هامون به هم گفت که اگر روزی 2 رکعت نماز بخونی و بعد دعای زیارت عاشورا رو بخونی، خداوند دعات رو برآورده میکنه. من با پروردگار عهد بستم که اگه ویزای ما برای آمریکا جور بشه همیشه این 2 رکعت نماز رو بخونم. بالاخره من و خواهرم و مادرم موفق به گرفتن ویزای آمریکا شدیم. وقتی وارد آمریکا شدیم عهدی که با خدا بسته بودم رو فراموش کردم. وارد دنیای جدیدی شده بودیم. این دنیای جدید من رو توی خودش غرق کرده بود. ارزش‌های دینی رو رها کرده بودم. حتی زبان مادری رو هم به یاد نمی آوردم. مادرم تقریبا نصف روز رو کار میکرد و من و خواهرم کاملا آزاد بودیم. اما نمیدونم چرا این آزادی و لذت‌ها نه تنها روح من رو آروم و سیراب نمیکرد، بلکه روحم رو خسته و افسرده کرده بود. چندین بار در حالت کفر به مرگ نزدیک شدم، اما خداوند به من رحم کرد و روحم رو در حالت کفر از من نگرفت. چندی نگذشت که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد. کشور آشفته شد. ما دعا می‌کردیم که ایرانی‌ها در این حادثه نقشی نداشته باشند که در آن صورت زندگی برای ما دشوارتر می‌شد. وقتی به مسلمانان لقب تروریست رو دادن، نه تنها باعث شکست مسلمانان نشد، بلکه برعکس مردم آمریکا در مورد دین اسلام کنجکاو شدند و گروه گروه مسلمان شدند. 5 سال بعد که جمعیت مسلمانان در آمریکا به شدت افزایش یافته بود، در یک طلا-فروشی کار می‌کردم. من با یک پسر مسلمان به نام احمد آشنا شدم. همان کسی که در رویاهایم تصور می‌کردم. با اینکه احمد چندان پایبند دین نبود، اما خانواده‌ای کاملا مؤمن و مقیدی داشت. وقتی دوستی من و احمد عمیق‌تر شد، اون از من خواست که به دیدار خانواده‌اش برویم. روزی که می‌خواستم به دیدار خانواده‌اش بریم، استرس خاصی داشتم. خانواده احمد از جنس من نبودن. انسان‌های پاک و صالحی بودن. با اینکه وقتی وارد خونه‌شون شدیم، ظاهر من کاملاً با اونها متفاوت بود، اما مادر و خواهر احمد با لبخندی گرم از من استقبال کردند. از همون دیدار اول در کنار مادرش احساس آرامش و دلگرمی کردم. این دلگرمی زمانی بیشتر شد که در کنار خواهر احمد به نماز ایستادم. برای من که بعد از سالها نماز میخوندم حس عجیبی بود، مثل اینکه گم شده ای رو پیدا کرده بودم. هنگامی که سرم رو برای سجده به زمین گذاشتم، انگار که بار سنگینی از روی دوشام برداشته شده بود. نماز روحم رو سیراب میکرد. شاید باورش براتون سخت باشه، اما به انتظار میشستم که از اون بگه و نماز بخونم. شوق خاصی داشتم. دیگه نمیخواستم به زندگی قبلی برگردم. خورشید جدیدی در زندگی من طلوع کرده بود. تصمیم گرفتم توبه کنم. اما من گناهان زیادی انجام داده بودم. عهدم رو با خدا شکسته بودم و شرمنده بودم. درمانده بودم. همسر دوستم احلام این حدیث رو برای من شرح داد که من رو برای همیشه از تاریکی بیرون آورد. خداوند خوشنودتر است از توبه بندش از کسی که شترش را در صحرای خشک با بار و خوراک گم کرده و با تمام ناامیدی زیر سایه درختی دراز می کشد و ناراحت است. وقتی که به خواب می رود شترش او را بیدار می کند. او از جای خود با نهایت خوشحالی بیدار می شود و می گوید یا الله، تو بنده من هستی و من رب تو. این بنده از خوشحالی زیاد این لفظ را می گوید. خداوند از این شخص از توبه تو خوشحال تر است. عادتهای بدم رو ترک کردم و پایبند نمازهایم شدم.
و دعا می کردم که الله حجابم را برایم آسان سازد. نمیتونستم عشق حرام رو بپذیرم. من عشقی حقیقی و با عظمت رو یافته بودم. بنابراین رابطم رو با احمد قطع کردم، ولی با خواهر و مادرش به مسجد می رفتم. اونها از من حمایت می کردن. من هم تلاش می کردم که ایمانم رو قوی کنم. الله دروازه رحمت رو برای من باز کرد و محبت من رو در قلب مادر احمد جا کرد. مادر احمد من رو برای ازدواج به پسرش معرفی کرد. به فضل خدا ازدواج کرد و من با ارزش ترین و کمترین مهریه را خواستم که یک جلد قرآن کریم بود و همان شب عروسی آن را از احمد گرفتم. مهمانهای ما در جشن عروسی من فقط 20 نفر بودند. من یک شب عروسی بر اسراف و موسیقی حرام نمیخواستم، بلکه من خوشبختی حقیقی را میخواستم و برکتی که خداوند من داده بود. بعد از عروسی سعی کردم که ایمان همسرم رو تقویت کنم. از اون خواستم که نمازهایش رو مرتب بخونه و خداوند من رو از طریق مادر احمد هدایت کرد و احمد رو از طریق من. همکنون ما صاحب 2 فرزند هستیم و حضور پروردگار را در تک تک لحظه های زندگیم حس می کنم. خواهرم، اگر عشق حرامی در زندگیت وجود دارد آن را رها کن تا در عوض الله به تو عشقی حقیقی و پایدار بدهد.